در این اپیزود ما قرار بریم به رستوران، پس بزن بریم. سلام به همگی، من صدفم و این یک ویدیو دیگه از گروه دویچ وایب هستش. تو این قسمت قرار بریم به رستوران و قرار ببینیم که چجوری به آلمانی سفارش بدیم. اول بیایم یه سری کلمه ها و اصطلاح ها رو که وقتی که میخوایم بریم به رستوران رو یاد بگیریم. در واقع کلمات و اصطلاحات قبل از ورود به رستوران هستش. اولین کلمه قزویقن. فکر کن میخوای بری یه رستوران خیلی شلوغ، قبلش برای رزرو بکنین دیگه. به معنی قزویقن، رزرو کردن. یا دی بوخونگ، رزرو. یا فکر کن میزت رو رزرو کردی، وارد رستوران شدی، چی میگی؟ میگی ich habe einen Tisch auf den Namen Müller reserviert. من یک میز به نام مولا رزرویت کردم، رزرو کردم. بچه تیش به معنی میز هستش. حالا رستورانی که داری میری ممکنه یه رستوران خیلی گران قیمت باشه یا پرایس گونستیش باشه. یعنی ارزونه؟ نه، ارزون نیستش. یعنی قابل باور، قابل قبول قیمتی که داره. خیلی قیمت فضایی نداره، قیمت خیلی ارزونی هم نداره. بهش میگیم چی؟ خوش قیمته. پرایس گونستیش. Sie können den Preis akzeptieren. Das ist preisgünstig. خوش قیمته. خب حالا وارد رستوران شدیم. این رستورانت. اولین کسی که میبینی کیه؟ پیش خدمته. Der Kellner oder die Kellnerin. پیش خدمت آقا، پیش خدمت خانوم. اولین چیزی که درخواست میکنی پیش خدمت چیه؟ Die Speisekarte یا das Menü. منو تو درخواست میکنی. Die Speisekarte. و بعدش چیکار میکنی؟ bestellen میکنی. bestellen داره سفارش میده. خب حالا گفتیم اون پیش خدمت چی میشه؟ حالا مهمون چی میشه؟ مشتری چی میشه؟ der Gast. مهمون یا مشتری. بچه تو رستوران به اون مشتری، تو جاهای دیگه به مشتری چیز دیگه میگی، ولی تو رستوران بهش میگیم der Gast. این درست تره. خب حالا به من منو رو دادن. هر وعده غذایی یا هر منویی که به ما میدن ممکنه که مراحل مختلفی داشته باشه که اولیش Vorspeisen oder Vorspeise، پیش غذا. Vorspeisen oder die Vorspeise، پیش غذا که معمولا مقدار کمی داره، قبل غذا اصلی خورده میشه. مثلا Kartoffelsuppe mit frischem Brot. سوپ سیب زمینی با نون تازه. mit frischem Brot. بخش بعدی Hauptspeise. die Hauptspeise، غذای اصلی. der Nachtisch، دسر. das Getränk oder Getränke، نوشیدنی ها یا نوشیدنی. die Beilage، مخلفاتی که کنارش میاد. مثلا اینجاها که میت نوشته مخلفاتی که کنار غذا میذارن. حالا ممکنه یکم سالاد باشه، ممکنه زیتون باشه، مخلفاتی که کنارش میاد هستش. بعد حالا بچه ها یه چیزی حالا اینجا فرق میکنه تو منو. میبینی یه برگ داره. یعنی چی؟ برای کسایی که گیاهخوار هستن. وگتاریش مخصوص گیاهخواران هستش. حالا بریم سراغ ظرف و ظروفا و وسایلی که تو رستوران هستن. چیزایی که داریم میبینیم حالا چی میشه؟ اولیش das Glas لیوان. die Flasche اون بطری. das Geschirr
ظرف یا ظرفای پذیرایی. دی تاسه فنجون که معمولا اینا میبینین چیز دارن، دسته دارن. دی Untertasse نلبکی. ده تلا بشقاب. Das Besteck سرویس قاشق چنگال و چاقو این چیزا که کنار ظرف و بشقاب ما میذارن بهش میگن das Besteck. Das Messer چاقو. Die Gabel چنگال. Der Löffel قاشق. Der Teelöffel قاشق چایخوری. این کوچولوه قاشق چایخوری. حالا ممکنه یه سوالی از تو بپرسم وقتی که دارن سفارش میگیرن، ازت میپرسن که آلرژی داری؟ دی آلرژی حساسیت یا آلرژی داری؟ haben Sie eine Allergie؟ آلرژی یا حساسیتی دارین؟ Ich habe eine Allergie gegen Erdnüsse. بچه وقتی میخوایم بگیم ما به چیزی آلرژی داریم میگیم eine Allergie gegen، به چیزی حساسیت داشتن. من به بادوم زمینی حساسیت دارم. Erdnüsse bedeutet به معنی بادوم زمینی. Haben Sie eine Allergie؟ Ich habe eine Allergie gegen Erdnüsse. حالا بعد که غذاتون میخوری تموم میشه، معمولا کلنا همون پیش خدمت، مخصوصا تو فودکورت که هستیم معمولا سوالی از ما میپرسن Darf ich schon erstmal abräumen؟ میتونم میزو تمیز بکنم؟ abräumen به معنی تمیز کردن میز. حالا بعدش میتونی بهش انعام بدی. Das Trinkgeld انعام. Ich habe dem Kellner ein gutes Trinkgeld gegeben. Er war sehr freundlich. من به پیش خدمت انعام خوبی دادم. او خیلی خوش برخورد بود. Er war sehr freundlich به معنی خوش برخورد. حالا بریم سراغ یک مکالمه که تمام کلمات اصطلاحاتی که یاد گرفتیم و در قالب مکالمه ببینیم. Guten Tag. Was möchten Sie bitte? چه چیزی میخواین سفارش بدین؟ Guten Tag. Ich hätte gern ein Steak mit Kartoffeln und Salat. من یک استیک با سیب زمینی و سالاد میخوام. وقتی میخوای سفارش بدی از hätte gern استفاده میکنی. Wie möchten Sie das Steak? Blutig, medium oder gut durch? چجوری میخوای پخته بشه؟ Blutig یعنی یکم خام باشه، متوسط یا کاملا پخته. Gut durch bitte. کاملا پخته لطفا. Und was möchten Sie trinken? چه چیزی میخوایم بنوشین؟ Ich nehme بچه برای سفارش دادن هم از ich hätte gern میتونه استفاده بکنین، هم از ich nehme. Ich nehme ein Cola bitte. یه کولا، یه نوشابه میخوام لطفا. یکم گذشته پیش خدمت میاد میپرسه brauchen Sie noch etwas؟ چیزی لازم دارین؟ Nein danke. نه ممنون. Hat Ihnen das Essen geschmeckt؟ غذا خوشمزه بود؟ غذا رو دوست داشتیم؟ Das Essen schmeckt super lecker. غذا خیلی خوشمزه بود. Guten Appetit. وقتی یک کسی غذا رو میخوره دوست داره یا بعد غذا بهش میگیم Guten Appetit. نوش جان. یکم گذشت später. Wollen Sie gern noch was zum Nachtisch bestellen؟ چیز برای دسر میخورین؟ از دسر میخواین؟ Nachtisch geht immer. همیشه برای دسر جا هست. این اصطلاح بچه. Nachtisch geht immer. حالا رسیدیم سراغ آخرین بخش. später. یکم گذشت. مشتری میگه که wir möchten bitte zahlen. Wir möchten bitte zahlen. ما میخوایم حساب بکنیم. Zusammen oder getrennt. با هم یا جدا. Wir bezahlen zusammen. ما با هم حساب میکنیم. Können wir mit Karte zahlen? میتونیم با کارت حساب بکنیم.
Entschuldigung, geht bei uns leider nur Barzahlung. Barzahlung bedeutet به معنی پول نقد فقط میتونه حساب بکنیم با کارت با کارت. رسیدیم به بخش کورتون کلار، آخرین بخش این اپیزود که خلاصه این اپیزود داخل این صفحه هستش. تمرین این ویدیو رو داخل تلگرام که لینکش در دیسکریپشن هستش براتون میذارم و حتما حل کنید تا خوب یاد بگیرید مبحث رو. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و معنی کلمات و تلفظا رو یاد گرفته باشین. اگه اینطور بود لطفا ویدیو رو لایک کنین با دوستانتون به اشتراک بذارین. اگر کلمه اصطلاحی توی لیست ما نبود خوشحال میشم برام کامنت بذارین. مرسی که تا پایین ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی بیس بالد.